سلام بچه ها، این پارت دوم همون ویدیو هست. گفتم چون جذاب بود براتون بذارم. یه سوال، تو الان دوست پسر اروپایی داری اینجا چیکار میکنی؟ برای چی اومدی میری چت؟ من دنبال مگه تو دوست پسر نداری؟ اصلا برای چی اومدی میری چت؟ بابا نه برای چی اومدی میری چت؟ خیلی ربط داره. تو دوست پسر داری، اصلا نباید بری میری چت. میری چت برای تو حرامه، قفله. تو قفله. با دوست پسر فرق میکنه. الان دوست پسر یا دوست پسرته؟ ها؟ الان دوست پسر؟ پسرمه. دوست پسر داداشیته. پس الان گرفتم. این داداشی ها شکارچی صبور باشه. مدپالم توی مدپال صدام کنی. مدپال چیه؟ مدپال مهدی. مهدی نه مهدی. نه مهدی درد. مهدی هم بیشو مهدی اسم بابامه. چیکار کنم؟ من مهدی هم. اون مهدی، من مهدی هم. جدی خیلی بدم بیاد میگم مهدی. چیه مهدی؟ منو هیچکی مهدی صدا بگم. من همیشه مهدی صدا میشم. شارژر تو چرا این برام میکنی؟ چون عروسکی چه خوب لم داد تو اونجا. اونجا اون عروسکی هم نیستی. خوش داد مگه من خوش نمیدادم. چیپس سلام. خوشمزه است؟ خیلی خوشمزه است. نه ما نداری. چیکار کنم؟ راه دور نمیتونم بردارم که یزید. خوبی؟ کوفتت بشه. به کوفتت بشه. انشالله تمام سوراخات بزنه بیرون. منظورم سوراخ دماغه. نه سوراخ نیست. پیجتون هم داریم. چی شده؟ پیجتون هم داریم. پیج منم داریم. آره. به تخمم. آقا امروز توی رخکن شیرجه زدم. بعد تو رخکن شیرجه زدن. رخکن چجوری شیرجه میزنن؟ یه سوال. چی؟ تو رخکن چجوری شیرجه میزنن؟ نه والیبال میری؟ آها میکنم باشی شنا میکنیم بعد تو رخکن یهو شیرجه زدی. پشتک هم زدی؟ پشتک برو پشتک بزن خیلی حال میده. برو وسط ها اینجوری شنا کن. بذار بگم اینجوری شنا میکنی میری وسط ها بعد اینجوری پشتک برعکس بزن. حالا این کارو کردی؟ آره. من میدونی چقدر کلاس من میدونی چقدر شنا کردم؟ باور کن. یه جرأتت بدم. یه جرأتت بدم. اگه جرأت داری اره صندلیت پاشو و شلواری که پوشیدی رو نشون بده. شلواری که پوشیدم رو نشون بدم؟ آره. که چی بشه؟ جرأتت دیگه. خب منم پس یه جرأت میدم بعدش. اوکیه؟ بگو. خب پاشم نشون بدم. چی رو نشون بدم دقیقا؟ شلوار که جنگیه همون رو شلوارم وضعیتش خوب نیست. نداره. چی کار کنیم؟ یه رازم من الان تو کادر جا نمیمونم. چجوری میخوای شلوار رو پاشو بذار رو صندلی. ببین نمیافتم. خوبه که شلوارت. شلوار من نگاه. بذار نشون بدم شلوارم. بذار اینجا نگاه مشکله. این برای خرگوشی هم هست. خوشحال. نگاه تو حالا به ما یه جرأت بده. آقا بلند شین سنگ از قیچی با هم بازی کنید. خب هر کی باخت آیدیشو بنویسه اینجا. همینجا سنگ از قیچی بازی کنید. هر کی باخت آیدیشو بنویسه. آخه آیدیمو حفظ نیستم من جدی. دیگه مشکل نیست. من حفظم. آقا بیاین جلو من ببینم با هم تقلب نکنید. دست به یکی نکنید. سنگ کاغذ قیچی. یک من حساب میکنم. برو. نه برعکس درست حساب. برو. سنگ کاغذ قیچی. خب یک. سنگ کاغذ قیچی. 2-1. من دو. نه دیگه الان اون مرد. خب الان اون 2 شد.
من 2 شدم. یکی امتیاز برنده بگیری امتیاز میره بهش. من 2 شدم. ببین تو سن شما دیگه من خب من تو رو زدم یه امتیاز گرفتم. من گفتم خب تو باختی. پس من یه امتیاز میگیرم. آقا از صرف بازی کن یه بار دیگه. یه بار. نه من 2 تو 1 دیگه. من 2 1. من 2 این 1. خب بداوی برو. من 2 این 1. برو. سنگ کاغذ بچین. سنگ کاغذ بچین. بچه‌ها لگ خوردین آقا نرین لگ خوردین. من بردم. تو پرکی باخت. من بردم تو بعد بذاری. سلام. آیدی دوست پسر اروپایی هم بنویس. تیک تاک داری؟ تیک تاک نه. آیدی تلگرام. تیک تاک چیه؟ تلگرام حفظ نیستم من واقعا. آره نه من تلگرام پاک کردم چون داشتم اذیت میشم. بعد دوباره میخوام بریزم. بعد الان داستان چیه؟ این استاتو بذار اشکال نداره. این استات هم حتما حفظ نیستی. خدا من که بابا شما چجوری حفظ نیستی؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ آدم مگه میشه آیدیشو حفظ باشه؟ مثلا تو بخوای به یکی اوکی بیا یه هی روزگار نزنیم توفه دارم یا بازریم دماغت رو دست نکن از سکن تو دماغت کثافت نکن کثیف برو گم شو سلام خوبی؟ خوبی؟ تو نشاخی نه دوستات برگرد برو به روستات سلام کن به روستات بقیه‌اش هم بیادنت نیستم خوبی؟ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ اسمتون چیه؟ من مرزیه؟ اون یکی؟ بالایی چند دو قدت؟ من 170 غلط کردی 170 تو غلط کردی تو اگه 170 تو کم اون رفیق تو من دارم میبینم بغل 156 میشه آخر و تو 170 نه من قدم یه ذره حتی این بالا تره این بالاتره خب بیشی 160 ایشالله ایوه آره کوچیکی حالا هم میدونی چندم واسه نه میخوای سوال کجا بدی دماغی نه صبر کن تو خودت قد 100 چند تاست 190 صدا در نیاد دیگه صدا دیگه در نیاد سکوت کن سکوت اختیار کن ببین سکوت اختیار کن 190 قدمه من الان نگاه کن من الان نشستم هم قد اونم اون الان قشنگ ببین اون بالایی نشست اونجا وایساده من نشستم هم قد تو هم درسته هم قد من نیست حالا وای میسم نه سوال من یه باکسورم من یه باکسور حالا وای میرم حالا وای آقا تو اصلا باکسوری چه فایده سرگاه حالا وای میسم خنده باز بمونی چی شدی وایسا بیا حالا بخوای من وایسم ببینیم کی بلندتره وایسا تا ببینم وایسا بیا الان بهت میگم من فقط وضعیت شلوارم من اگه تو خواهد افتادم کی بلندتره خودم بلندتره واسه دوبار کی گفته خودم بلندتره اصفهانی؟ این خود بهتون بچه اصفهان باشه حالا تو بچه کجا؟ نه چه داری؟ بچه کجایی؟ نه تهران چرا؟ نه تم شده کریجی دست بزنید تو معلمی؟ نه من دانش آموزم تو چی؟ منم فضاییم چه ربطی داشت الان؟ فضایی چه ربطی به دانشجو معلم داشت؟ تو بگی معلم هم نیستم که بخوام معلم دانش آموز باشم چه خبر؟ اسمش چیه؟ اسمم فاتی فاتی
چند ساله؟ چند ساله از کجا؟ 17. چرا همه شغل منو میپرسن؟ تو الان تو خونه خالی من چیزی بهت میگم. والا با شغل من چی کار داری؟ خب باشه برام میکنم. چه خبر چی کار میکنی؟ اسمت چی بود؟ اسمت فاتی بود. چند سالته؟ 17 سالم یاسوجم. 17 سال یاسوج. دوری. کیر منم